میدانی چرا ترامپ ناگهان حمله به ایران را لغو کرد؟ از نظر من آن مرد 10 قدم جلوتر از دیگران است و این یک کلاس درس تمام عیار در استراتژی و جنگ است. هفته گذشته تمام دنیا خود را برای جنگ آماده کرده بود. پنتاگون آماده بود. حریم هوایی ایران بسته شده بود. بازارها ملتهب بودند و همه انتظار حمله را می‌کشیدند. و بعد درست چند دقیقه مانده به آغاز عملیات ترامپ آن را لغو کرد. ترامپ بیانیه‌ای صادر کرد و گفت به دلیل تضمین‌هایی مبنی بر متوقف شدن کشتارها حمله نکرده است. رسانه‌ها گفتند او عقب نشینی کرد چون شرکای منطقه‌ای به او توصیه کرده بودند این کار را نکند. اما آنها اشتباه می‌کردند. آنچه در واقع اتفاق افتاد یک شاهکار در جنگ مدرن بود. ایران که باور داشت حمله قریب الوقوع است، همه چیز را آشکار کرد. سامانه‌های پدافند هوایی را جابجا کرد، رهبری را منتقل کرد، پناهگاه‌های اضطراری را فعال کرد، مسیرهای ارتباطی را تغییر داد، منابع مالی را جابجا کرد، ساختارهای فرماندهی را افشا کرد و دقیقاً نشان داد قدرت کجا جریان دارد و کجا پنهان می شود. شرط می‌بندم در تمام این مدت تک به تک حرکات ایران رصد میشد. هر سیگنالی شنود میشد و هر سناریوی احتمالی نقشه برداری میشد. حمله‌ای در کار نبود چون اصلاً قرار نبود حمله شود. این یک عملیات عظیم اطلاعاتی بود. آمریکا ماه گذشته همه آنچه برای وارد کردن ضربه نهایی به ایران لازم داشت در اختیار نداشت. اما حالا شاید داشته باشد.